قربانی گرد و خاک میشم. مادر جان وقتی که از دنیا میرفت، از مادری دیگیم الحمدلله برادرها و خواهرها دارم، از مادر خودم یک دستم خداوند غریق رحمت داشته باشش. 3 ساله ما بودیم و مادرم از دنیا رفته. از دست پدرم گرفته در وقت سکرات مرگ و پدرم گفته که اینمی بچه به نام خدا وقف است. الحمدلله پدر جانم خداوند در دنیا و آخرت عزت بده. همیشه که می رفتم که پدر من خوب بچه قریه هستم، بگذار که من کمک کار کنم که کار یاد بگیرم. بچه می گفت من وصیت مادرت فراموش کرده نمیتونم که بچه‌م در راه خدا وقف است. وقتی که مادر جان مرا وقف کرده است، یکی مادر نسبیم در راه خدا و در راه مادری معنویم که افغانستان عزیز است، من در راه الله، در راه قرآن، در راه افغانستان وقف هستم و این افتخار به خود میدانم. 7 سال قبل در این گوشه مسجد یک چند ژورنالیست آمده بودن، خبرنگارا بودن که 2 نفری از امریکا بود. در این گوشه یک ششتیم صحبت میکردیم. گفت در مورد تروریسم نظرتان چیست؟ گفتم برو از بوش پرسان کن. گفت چی میگی؟ من چی سوال میکنم توی؟ گفتم بلی، تروریسم من نآوردم. برو از کسی که ظلم و استبداد از او باعث ایجاد تروریسم شده است و تروریسم شده است و انسان مجبور ساخته است به یکی از اعتدال بیرون شود. نعره تکبیر! گفتم $1,000,000 برات میتم، اجازه است که امی گوشه انگشتک تا قطع کنم؟ گفت نه خیر، نو. گفتم میگی که فلسطینی ها تروریست هستند. در صورتی که یک انسان میاد داخل خانه‌ات میشه، به ناموس تجاوز میکند، به عزت تجاوز میکند، با تمام امکانات مادی مجهز است و تو اجازه نداری که چاقو را در جیبت بگردانی، در همون حالت اگر قرار میگیری تو چی میکنی؟ هو به هو گفت چاره ندارم، خودم میزنم، حتی سر خودم در دیوار میزنم. گفتم خلاص، جواب خودت گفتی، جواب خودت گفتی. در همون موقفی که یک فلسطینی قرار دارد که دشمن تا دندان مسلح از خانهش کشیده است، از خاکش بیرون راندهش، او تا دندان مسلح است به سلاح‌های هسته‌ای و از طرف آقای بزرگم تمویل می شود و او اجازه ندارد که زندگی داشته باشد، اجازه ندارد که در خاک خود گشت و گذار بکند. وقتی که او می براید با 4 سنگی که در جیبش است، سنگ 10 دانه تانگ اسرائیلی در مقابل یک جوان 15 ساله‌ای که سنگ است به دستش، سبحان الله، در برابر یک جوانی که به دستی از او سنگ است تانگ حرکت میکند، سبحان الله. من گفتم ملت چیست؟ پس کی مولد تروریسم است یا افراطگرایی است، تو یا من؟ جواب حل شد. بلی، خود می سازد، خود برش می کند و خود می دوزد، خود می برد و خود می دوزد. ببینید مسلمان ها را، سیکو مسلمان ها در برما همگی می بینیم و همگی می دانیم کیست که در پالوی این مسلمان بیچاره، این خواهری که به عزت و به عفت میشه، این طفلکی که 2 شب میشود، حتی لذت میبرند مشرکین برما که وقتی مسلمان ها طفلکا را برق میتن، از حالت جان کندنی از وال لذت میبرند. کجا شدی مسلمان؟ کجا هستی؟ 1,900,000,000 انسانی که کلمه میخوانند از جای خود شور نمیخورند، حرکت نمیکنند، بی تفاوت. خودتان فکر کنید که ما در چه حالت قرار داریم. دوستای نهایت عزیز، بازم برادری عزیز ما فرمایش دادن که خطبه را شروع کنی. نه،
فرمایش پیش ایجا حاکمیت ماست، ایجا پادشاهی ماست. هرگز کار خودم میکنیم تا وقتی که یک ثانیه من میمانه صحبت میکنیم. چرا نماز فرمایشی نه؟ ای الله بالا، الله ما میگه نماز بخوان. کسی با خدا نماز میخوانیم، وقت دوام دارد حسب معمول. هیچ امکان ندارد که امپراتوری روی زمینم بیار ما در وقت فرق بیاریم قطعا. و من این چیز و ان المساجد لله، مساجد از خداست، فلا تدعو مع الله احدا. هیچ کس حق دخالت در اونجا ندارد. ما از خود برنامه داریم، برنامه ما پیش میره، برنامه شما پیش میره دیگه. خواهش میکنم که در آینده پرزا و پرزا پرانی تانه دیگه در کلام جای دیگه که میکنیم در اینجا بسیار با ادب باشیم. از ما فقط اطاعت همگی ما و شما از منبر هست اینجا. تو وقتی که همین وسایل پیوند در مابین دلها به نفرت تو تبدیل میسازی، از چوکات اخلاق بیرون میری، زبانت کنترل نمیکنی. زبان باید اخلاق داشته باشد که او کلمه زشت مناسب نیست. تو مومن هستی، مسلمان هستی، قلم خود باید متوجه باشی. اختلاف نظر نباید باعث نزاع و تفرقه شود. اختلاف نظر برابر است که سیاسی باشد، برابر است که مذهبی باشد، برابر است که قومی باشد، برابر است که به هر مستوایی که باشد. اخلاق باید در اونجا رعایت شود. احترام متقابل، با بزرگای خود احترام داشته باشی، به جوانان شفقت داشته باشی، به همسنای خود باید محبت داشته باشی. چطور بتانیم که ما در چوکات رعایت اخلاق در مابین دلها پیوند بزنیم؟ جوانا، این مسئولیت شماست. نگذاریم که از صفحای فیسبوک جعلی ملت مسلمان ما را یک بار دیگر دشمنای افغانستان به طرف تباهی بکشانند. در مقابل هر نوع قبلا در نماز عیدم براتان گفتم مسئولیتتان است. علمای معزز مسئولیتتان است. استادای محترم پوهنتون، معلمین محترم، والدین محترم، جوانای عزیز، اجازه ندین به دشمنای افغانستان، ملتی عزیزی که در طول تاریخ برادروار زندگی کرده است، که زیر عنوان قومیت این جسدی و این پیکری که امروز مجروح است، صدها زخم خوردگی است، زخمی کاری دیگر دشمنای افغانستان وارد بسازند. هر آواز متعصبانه‌ای که بلند می شود در دانش بزنیم. در طول تاریخ ملت عزیز افغان همه افتخاراتشان به برکت وحدتشان بوده است. همه افتخاراتشان در تاریخ به برکت یک پارچگیشان بوده است. از این ناحیه و از این فرصتی که میخواهند دشمنان وحدت ما، دشمنان یک پارچگی ما، زیر عنوان زبان و قوم و مذهب ملت ما را از هم بپاشند. انشاءالله همگی تعهد میکنیم به یک آواز که برای همچنین دشمنان زبون و ذلیل هرگز فرصت نمیدهیم که به وحدت و اخوت ما صدمه وارد بکنند. و جوانا شما مسئولیت داریم، نگذاریم که رو به این ملت هیچ دشمنی در طول تاریخ کامیاب نشده است. فقط و فقط میخواهند که از ایجاد تفرقه و اختلاف در مابین افغانان عزیز میخواهند که ما را ضعیف بسازند. انشاءالله این آرمان خود را به گور خواهند برد و کامیاب نخواهند شد انشاءالله. همگی به یک آواز، حکومت و رعیت، علما و دانشمندان، تجار ملی، تمام طبقات و تمام اقشار ملت انشاءالله در یک صف قرار خواهیم گرفت. مبارزه علیه تعصب، علیه دشمنان وطن، علیه دشمنان وحدتمان،
علیه دشمنان یک پارچگیمان مبارزه خواهیم